با عرض سلام و احترام شوکتی محمد در خدمتتان هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان می کنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز مطرح خواهیم کرد. اجاره کتاب، تخم مرغ و حکم قتل. سر و صداها از پی بازداشت روزنامه‌نگار دلیر شریفوف. خیرالدین عبدالله روحانی بازداشت شده تاجیک زیر شکنجه اتهام افراطگرایی را به دوش گرفته است. هر سال نشست خبری وزیران و رئیسان جالبتر می شود. قبلا اگر روزنامه‌نگاران بی‌صبرانه منتظر نشست خبری رئیس خدمات علاقه بیک صبور می شدند تا فضای تیره و یخ‌خیلی خبرهای وابسته به حسابات مقامات را کمی هم باشد رنگین تر نمایند، حالا احتیاج به بیک صبور نمانده است. صف بیک صبورها تا رفت در وزارت و کمیته ها بیشتر می شود و هر نشست خبری اکثر وزارت کمیته ها سنساتسیه و یا خود کمدی است. حتی تعیینات کادری یا جایگزین کنی جمع شونده ها در حکومت که چند سال آخر از توجه جامعه کنار افتاده بود دوباره جالب شده است. نه به آن خاطر که مردم 15-20 سال می شود منتظر تعیین کادر خوبی است و خبر اصلاحات مردم را خرسند می کند، بلکه این جایگزین کنی ها به یک تراژیک کمدی تبدیل شده است. هنوز جایگزین کنی جمع شونده ها انجام نیافته، نشست های خبری تازه شروع شده اند. پس در چند روز آینده تراژیکمدیا در جایگزین کنی ها و نشست های خبری که آغاز هر دو هم به نورالدین سعید بستگی دارد ادامه خواهند داشت. هرچند نورالدین سعید هنوز به حیث رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نشست مطبوعاتی دایر نکرده است، مصاحبهش بر رادیوی آزادی از آن کمتر نیست. باور کردن کمیته رادیو و تلویزیون به نفری که ساحه معارف کشور را بلد بازار و بازار فروش اتستات و دیپلم تبدیل داد تراژیکمدی نبوده چی است؟ همین تعیین و تعیین نفری تا حال در دایره های علمی ناشناس اما در رسانه ها با اثردوزی معروف با نام خوشوقتزاده قابلجان خوشوقت بر ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان یک هفته است قسمتی را به خنده و قسمت دیگری را به گریه درآورده است و تا حال از سرخط شبکه‌های اجتماعی بیرون نمی رود. خوشوقتزاده هنوز به نشست خبری نبرآمده است، اما همین نسب تازه تاجیکی کردهش و این عکس ببینید که 3 سال پیش در صحیفه مایمیری مایل نقطه رو گذاشتهش کافی است تخمین زده شود که اگر او نشست خبری برپا کرد تا سال آینده فراموش نخواهد شد. با جوانان و آنهایی که چندان توجه به شبکه‌های تفریحی اجتماعی ندارند باید شرح دهیم که مایمیر چی است. مایمیری مایل نقطه رو شبکه شبیه به فیسبوک و اینستاگرام است یا خود ادنا کلاستیکی که 10-15 سال پیشتر در بخش روسی اینترنت یعنی رونت معروف بود، ولی 5-6 سال اخیر خیلی شمار کمی آدمان از آن استفاده می کنند. تماشابینان گرامی، ما به قضیه تعیین یک اثردوست بر ریاست دانشگاه ملی حتما برمیگردیم، چون مسئله ساده نیست و بررسی عمیق را می‌خواهد. حالا پردازیم به نشست‌های مطبوعاتی. اجاره کتاب. اجاره کتاب یگانه اصلاحات نورالدین سعید در وزارت معارف دانسته می‌شود. وزیر سابق معارف به سؤال خبرنگار در این باره که در وزارت معارف چه کارهای انجام داده است پاسخ می‌دهد که فعالیت من تنها در بخش اصلاحات بود و از 3 اصلاحات وارد کردهش در این باره خبر می‌دهد. یکم،
گذرانیدن مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی و میانه را به نظام مبلغ گذاری سرکسی. دویم، براه ماندن نظام اجاره کتاب های درسی. سیوم، تأسیس مرکز ملی تستی. بیایید از آخرین اصلاحات وزیر سابق سر کنیم. کم کسی نمیداند که تأسیس مرکز ملی تستی به نوریدین سعید اصلا ربط ندارد و آن یکی از بیزنس های داماد رئیس جمهور شمس الله صاحبوف است. خودی این که این مرکز یعنی مرکز ملی تستی به ساحه معارف کمک کرد یا وضع آن را بدتر ساخت مسئله بحث دیگر است. حالا به همین اکتفا میکنیم که تأسیس مرکز ملی تستی ربط به وزیر سابق معارف نوریدین سعید ندارد. باید گفت نتیجه اصلاحات پیشروی است و اگر حتی پیشروی هم نشد اصلاحات احساس می شود و اصلاحات در ساحه معارف باید به بلند شدن سطح تعلیم و دانشی خوانندگان روانه شده باشد. به نظام مبلغ گذاری سرکسی گذرانیدن مکتب ها که وزیر دعوای آن را دارد باید حداقل وضع اقتصادی ساحه معارف را بهتر میکرد. اما آنچه از این اصلاحات احساس شد این است که معاش معلمان ماها پرداخت نمی شود. پول جمع کنی با هر بهانه از خوانندگان بیشتر شده است و شمار بیشتری معلمان ترک مکتب گفتند. حالا در مهاجرت قرار دارند. یگانه اصلاحاتی که نوریدین سعید در مکتب ها جاری کرد به اجاره دادن کتاب های مکتبی بود. بسیار خوب. از نگاه اقتصادی به اجاره گرفتن کتاب واقعا از خریدن آن بهتر است. اما این سبکی اندکی را که نوریدین سعید به والدان خوانندگان مکتب آورد 100 کرته از بینیشان بیرون کشید. در دوره نوریدین سعید نه تنها جمع آوری مبلغ در مکاتب افزایش یافت بلکه لباس و پای افزال خوانندگان نیز به بیزنسی شخصی نوریدین سعید تبدیل یافت. ما نیتی در نزد کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان کشادن فابریکه استحصال پایافزال بچگانه داره. شما تصور کنید 2 میلیون خواننده است به غرض استودنت ها اگر موسمی 3 پایافزال پوشد 6 میلیون جفت پایافزال ضرور است برای خوانندگان ما. شاید از این زیاد هم باشد. و در گوشه و کنار مملکتمان майда استحصال پایافزال بچگانه سر شدگی از کودکانه. ما دانشگاه ها با هم سپارش دادیم. من گمان میکنم این قرار درست است. майда ما استحصال پایافزال بچگانه را سر میکنیم. صاحبکارا هم بسیار صاحبکاران بلند همت ما هم با این کار شروع کردگان. مرحمت فروش آزاد میشود، خریداری میکند مالی وطنی. در نشست اخیر وزیر سابق معارف دوباره بر روسیدانیش تاکید کرده گفت من گفته بودم که من تولستوی نیستم ولی به حیث یک خارجی با زبان روسی خوب گفتگو میکنم. مرحمت گفتگوی خوبی نوریدین سعید با زبان روسی را همراه томошо میکنیم. Систематически отсутствие ребенка на занятиях в школу. Без подготовки придут на занятия. Не имеет тетрадь, ручка, книга и так далее. Без пустыми руками идут в школу. Ну, если латукоби кудак. Да, со стороны родителей. И мы на это реагируем мы. Общественность реагирует нельзя. С собой ребенку берет, например, когда идет этот самый на миграцию, как его там, или старшеклассников иногда собственные машины идут в школу. در نشست مطبوعاتی اخیرش نوریدین سعید حرف دیگری هم گفت که ما تا حال به درکش نرفتیم
اگر شما تماشابینان گرامی آن را فهمیدید لطفاً در شرح این ویدیو نویسید. من کارافتاده‌ها را در میان مردم قبول می‌کردم. چند سال وزیر مردمی هم شدم. ما با نام پسیخولوژیا علمی داریم. هر کسی که علم روانشناسی را داند می‌داند که با کی سخت گپ زند و با کی آرامانه. تصور کنید شخصی می‌دراید و می‌گوید همین کار را کردن لازم است، ولی شما می‌فهمانید که امکان ندارد چون که قانونمند کرده است. مثلا می‌گوید که خانه‌تان ویران شود. شما در این حالت در جای وزیر باشید چی میگفتید؟ متخصصان علوم روانشناسی به این گفته‌های نورالدین سعید چی نظر داشته باشند؟ بیایید نظری روانشناس باباجان قیمزاد را با هم میشنویم. البته ما میدونیم که درباره وزیر معارف بسیار چیزها گفتند. علم روانشناسی دانستن وزیر هم برای ما از تربیت فرزندش معلوم است. فرزندی که دیسرنت دانشش رو برای همگان آشکار کرد. یعنی وزیر معارف اگر علم روانشناسی میدونست فرزند تربیت نمیکرد که تقلب کار باشد پیش از همه. این اول. دوما اگر وزیر معارف علم روانشناسی میدونست یک مسئله رو خوب درک میکرد و اون مسئله چی است؟ مثلا یک نفر پدر یک دانشجو میخواهد با وزیر معارف ملاقات کند و او یک دهقان است یا یک کارگر عادی است. تنها در یک سال یک بار با وزیر وا میخورد و برای این باید حتما با لباس رسمی و با شیم و کاستوم پیش وزیر بیاید و با وزیر ملاقات کند و برای همین یک ملاقات باید در چند سامان حتما باید شیم و کاستوم خریداری کند. آیا این از لحاظ روانی یک طلب درست است؟ مگر وزیر اگر علم روانشناسی بداند این مسئله رو درک کرده میتواند؟ واقعا جای تعجب دارد این ادعاها. و به هر صورت شما تصور کنید که وزیر معارفی که نمیداند به طلبه چی ضرورتر است، برای مثال کوشش میکند که به سر لباس مردم توجه کند، لباس رسمی باشد، نمیدونم حجاب نباشد، این نباشد، در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا امروز به لباس هیچ کس توجه نمیکند. برعکس مردم میگن در مکتب‌ها، در دانشگاه‌ها و از طلبه‌ها و دانشجوها میخوان که با لباس رسمی نه، با لباس راحتی بیایند و درس بخونند، چون که در حالت راحتی یادگیری بهتر و آرامتر صورت میگیرد. پس کجاست این منطقی روانشناسانه وزیر معارف ما و حالا وزیر رئیس کمیته رادیو و تلویزیون؟ خوب میشد که جناب وزیر بجای اینکه ادعای روانشناسی را دانستنشون یا بجای اینکه ادعای روانشناسی کردن میرفتن یک دوره یک کورسی از علم روانشناسی را میآموختند و بعداً چنین دعوا میکردند. اکنون درباره یک نشست مطبوعاتی دیگر که شور در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد. مسئول وزارت کشاورزی مردم کشور را به خوردن تخم زیاد متهم کرد. انا کمدیه. باید طلبات مردم نیز به نظر گرفته شود که قبلا چه خیل تخم خورد، حاضر چه خیل تخم خورد. یعنی پیشتر اگر یک نفر در یک روز یک تخم خورد، الحال 3 تخم خورد. در تجربه جهانی این گونه اظهار نظرها از جانب مقامات عادتاً پس از آموزش و تحقیق‌های طولانی صدا می‌دهد. ولی به نظر می‌رسد مقامات تاجیک رقم‌ها را دفعتاً و برای فرار از سوال ارائه می‌کنند و هرچی به ذهنشان آمد به زبان می‌آورند. وگرنه گفتن این که هر نفر روزانه 3 تخم استعمال می‌کند به هیچ یگان منطق راست نمی‌آید. اگر تنها مصرف آن به حساب گرفته شود، یک عائله عبارت از 6 نفر تنها برای تخم ماهانه قریب $60 نیمی معاش میانه در کشور را یعنی مصرف میکرده است. این نماینده وزارت کشاورزی چند سبب دیگری بالا رفتن نرخ تخم را نیز ذکر کرد که از جمله وارداتی بودن خوراک مرغ است.
خوجگاه دیخانی فرمری هستن که 5000 10000 7000 مثال 2000 مرغ میکنن 500 سر مرغ میکنن اینا قابلیت او را ندارن که رفته از دیگه دولت ها خوراک یا داروواری یا دیگه چیز برن. اینجا این مسئول وزارت خواست که منپلیست های تخم را که واردات آن را هم من نموده اند و هر قیمتی خواهند معین میکنند سفید کند. دقت دهید، ناخواسته این سوال را در ذهن مردم با این گفتهش به وجود آورد که وزارتی که کشاورزی نامیده می شود و قادر نیست حتی استحصال خوراک مرغ را که اساساً محصولات کشاورزی است در داخل کشور به راه ماند و حتی خوراک مرغ را در کشور نمیتواند تامین کند، دیگر چی نامعقولی میکند؟ نظری کارشناسی مسائل اقتصادی موجود صاحب نظر و را در این باره میشنویم. در یک کشوری اگراری یک مسئول ساحه کشاورزی دعوای اون را دارد که برای پرنده نمیتونن خوراک تامین کنن و آوردن اون از دیگر دولت ها برایشون خیلی گران است. این برای یک ملت فاجعه است و مسئولین این وزارت کشاورزی که دعوای اون دارن که میتونن در 6 ماه مردم را با مواد غذایی خودی تامین کنن و دیگر باید به استعفا روند. یعنی این از ناقابلی مسئولین این ساحه درک میتید و باز هم از اون درک میتید که این ساحه امروز در تاجیکستان به درد کسی نمیخورد و بعدا پیشتر ما شاهد اون بودیم سالهای پیشم که پرزیدنت کشور در این یا اون منطقه جمهوری لنته کارخانه‌های پرنده پروری را میبرید و پیش از اون که لنته این کارخانه را میبرید پرزیدنت هم فکر اون نکرد که آیا در آینده میتونن این کارخانه رو با خوراک تامین کنن. فکر این رو نکردن سری وقت و بعدا اون کارخانه‌ای که امروز هستن و دعوای فعالیت کردن رو دارن، پس فعالیت اونا رو زیر سوال نمیبرن. اونی که میگن که امروز در تاجیکستان وضعیت کارخانه‌های صنعتی، وضعیت کارخانه‌های ساحه کشاورزی خوب است و مشکلی نداره، مگر این مشکل نیست. مشکلی اساسی همین است و بعدا وقتی که پرزیدنت دعوای اون دارد که در تاجیکستان در یک موسم از یک زمین 4 حاصل برداشتن هم امکان است، پس اینم باز دروغ است. یعنی چرا ما نمیتونیم که کارخانه‌های پرنده پروری خود را با مواد خوراک تامین کنیم؟ جواری مگر کشتن در تاجیکستان مشکل است یا برای کشتن جواری مکم از دیگر کشورها باز متخصص دعوت کنیم؟ خیلی هم این از اون درک میتید که وضعیت این ساحه خیلی هم بد است و وقتی اون رسیده است که سر این موضوع فکر کنن. یعنی که ما چندین سالها باز میشنویم که از همه پیش به تجدید کارخانه‌های صنعتی کشاورزی شروع کرده بودن. کدام کارخانه پس تجدید شد وقتی که ما نمیتونیم که مردم رو با تخم و گوشت پرنده تامین کنیم؟ پس در باره دیگر مسئله حجتی حرف زدن هم نیست. اکنون در باره حکم قتل، اگر از رسانه ها خوانده باشید، یوسف رحمان پروکورور گنرالی تاجیکستان میخواهد مراتوری حکم قتل را بیکار کند. دادستانی کلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتیش دوباره پایبندیش به این نظر را که مراتوری حکم قتل بیکار شود تأکید کرد و گفت حکم قتل باید به کیها جاری شود؟ به کیها؟ تروریستان، خائنان وطن و آنهایی که دست به تبدلات دولتی زده اند. دقیقاً همین اتهامات را حکومت تاجیکستان به مخالفان سیاسیش میزند. همچنین یوسف رحمان گروه دیگری را که مستحق حکم قتل هستند نامبر کرد. آنهایی که جنایت‌های وزنین صادر کردند.
وزن جنایت را در تاجیکستان کی برمیکشد؟ همیشه مقامات. برای مثال گرفتن 400 سومانی رشوه، هرچند جای شبهه دارد که آن گرفته است یا نه، از جانب محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه‌نگار تاجیک جنایت وزنین شناخته شده. او برای 11 سال به زندان نظامش سخت محکوم شد. اما همه من و شما میدانیم که چندین مقامداری بلندپایه‌ای با رشوه‌های میلیونی دستگیر شده با پرداخت جریمه آزاد شدند. من وزن ترازوی حکومت را دیده چه خیلی برمیکشد. نگاه داشتن مخالفان در زندان برای رژیم واقعا کار سخت است. هر زمان حکومت درباره آنها نزد جامعه بین المللی باید حسابات دهد. اما قتل و کشتن آنها تنها یک بار حسابات میخواهد و خلاص. دادستان کل شخصا چند مراتبه در خصوص کشته شدن زندانیان سیاسی در زندانها، شکنجه آنان و شرایط زیست آنها در محبسها مورد پرسش در انستیتوت و سازمانهای بین المللی قرار گرفت و برایش خیلی گران تمام شد. این هم باید گفت که در تاجیکستان تنها یک نفر از یوسف رحمان حسابات می‌طلبد و آن هم رئیس جمهور است. اما در ژنو کدام یک ادوکات ها جناب دادستان کل تاجیکستان را مورد استنتاق قرار داده اند. حالا میخواهم نظر پروفسور دکتری علوم حقوق شناسی سیاستمدار نامی کشور شاکرجان حکیموف را درباره حکم قتل و مراتوری آن بشنویم. به نظر من یگان ضرورت جهتی بیکار نمودن مراتوریه یا موقتا مورد عمل قرار دادن حکم قتل نسبت به شهروندان جنایت های وزنین صادر کرده در تاجیکستان وجود ندارد، زیرا که این یکی از عهدهداری های بین المللی تاجیکستان می باشد که از جانب عامل های خارجی به خصوص سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان های حقوق بشری جهانی معاصر و منطقوی به طور خوشبین بها داده می شود و از جای داشتن تا یک اندازه گومانیسم نیز گواهی می دهد. ولی آنهایی که به جای حکم قتل الترناتیو یعنی عمربات زندانی می شوند، وضعیتشان خیلی بی‌زیب است. اذیت نیز می کشند و خودشان نیز راضی هستند که بهتر می بود نسبت آنها حکم قتل را تطبیق کنند یا چند نفرشان به خودکشی نیز دست زدند. بنابراین یگان ضرورت برای بیکار کردن این مراتوری نیست و گذشته از این باید دیگر تدبیرها را اندیشید که صادر شدن جنایت عموما پیشگیری کرده شود در زمینه بهتر کردن سخت و زندگی مردم و به وجود آوردن جایهای کار و غیره ها. تماشابینان گرامی، دوام صحبت ما با پروفسور شاکرجان حکیموف روز جمعه ساعت 13 به وقت مسکو در پخش آنلاینی رادیوی پیام در برنامه سیاسی تحلیلی دیدگاه صدا خواهد داد. در برنامه دیدگاه باز چند مسئله های داغ روز با شرکت کارشناسان تحلیل خواهد شد و شما نیز می توانید شرکت کنید. بیخبر نمانید. روز جمعه ساعت 13 به وقت مسکو. راستی ناگفته نماند، نشست های مطبوعاتی نهادهای دیگری حکومت ادامه دارد. حتما
از کمیدی های نو این نشست ها شما را آگاه خواهیم کرد. روزنامه‌نگار شناخته دلیر شریپوف دیروز برای صحبت به مقامات دعوت شده تا حال به خانه‌اش برنگشته است. بنا به خبرها از شبکه‌های اجتماعی او را در شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه شاه منصور نگاه می‌دارند. جرم او تا به حال اعلام نشده است. از این خبر با علاوه چند خبرها از رسانه‌های دیگر همکارم صفیه واحدова گزارش می‌دهد. روزنامه‌نگاری شناخته دلیر شریپوف دیروز برای صحبت با مقامات دعوت شده تا حال به خانه‌اش برنگشته است. در این باره رجبی میرزا در گروه فیسبوکی اخبار برای افکار اطلاع داد. با نوشته رجبی میرزا دیروز ساعت 11 روز به ژورنالیست دلیر شریپوف کدام زنگ زده و او را به صحبت دعوت می‌کند، اما از همان وقت بی‌درک است. دیرتر نزدیکانش گفتند که از خانه‌شان کامپیوتر و چیزهای دیگری او را بردند. دیرتر در زیر همین پست رجبی میرزا خبر داد که دلیر شریپوف پیدا شده و او را در شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی در ناحیه شاه منصور نگاه می‌دارند. با بازداشت دلیر شریپوف ده‌ها نفر روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی واکنش نشان داده از مقامات طلب کردند که بلافاصله دلیر شریپوف آزاد کرده شود. موج نوی بازداشت‌ها در تاجیکستان اولی ماه ینور شروع شده تا حال ادامه دارد. دادستانی کل شماری بازداشت شده ها را 113 نفر اعلام کرد، اما طبق اطلاع منابع گوناگون بازداشت شده ها صدها نفرند. همچنین صدها نفر دیگر در بازداشت خانگی قرار داشته قریب هر روز به مقامات دعوت و بازپرسی می شوند. نزدیکان خیرالدین عبدالله خیرالدین دوستاکوف روحانی بازداشت شده تاجیک ادعا دارند که او زیر شکنجه اتهام افراطگرایی را به دوش گرفته است. این روحانی روز 29 دکبر سال 2019 هنگام بازگشت از مسکو در دوشنبه دستگیر شد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان روز 28 ینور ادعای شکنجه شدن خیرالدین عبدالله را رد کرده گفتند روحانی جوان به ترغیب عقیده‌های افراطی مشغول بود. پروین ایلالیه و همسر روحانی 35 ساله روز 28 ینور به رادیوی آزادی گفته است که چند پیش در بازداشتگاه با شوهرش ملاقات کرده است و خیرالدین عبدالله به او گفته است که برای به دوش گرفتن اتهام افراطگرایی شکنجه شده است. ایلالیه گفته ملاقات روز 22 ینور صورت گرفت. شوهرم را خیلی ترساندند. او نمیخواست این گپ‌ها را رسانه‌ای کنم، اما میخواهم شوهرم را نجات دهم. مقامات دادستانی کل تاجیکستان گفتند نسبت به خیرالدین عبدالله یعنی خیرالدین دوستاکوف روحانی تاجیک با اتهام افراطگرایی پرونده گشوده شده است. او بر اساس دو بند ماده 307 کدکس جنایی یعنی دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و اشتراک در اتحاد اکستریمیستی گمانبر است. یوسف رحمان پروکورور گنرالی تاجیکستان دیروز ضمن نشست خبری اعلام کرد که جانبداری بیکار کردن موراتوریای حکم قتل در کشور است. پروکورور گنرالی گفت که سال 2019 تنها با جرم دست داشتن در تروریسم از حساب شخصانی قبلا محکوم شده بیش از 100 نفر به جوابگری جنایتی جلب شدند. آنها اصلاح نشوندند. ما آنها را تکرارا به جوابگری میکشیم. به مهلتی که آنها ادای جزا میکنند ما حد نهایی 2-3 سال علاوه کرده میتوانیم. آنها باز به جنایتکاری دست میزنند. گفتنی است سال 2016 یوسف رحمان پیشنهاد نموده بود که استفاده حکم قتل نسبت به شخصانی که جنایت‌های وزنین و بیرحمانه صادر کردند از جمله تروریستان، خائنان وطن و کسانی که کوشش تبادلات دولتی کردند وسیع شود. صاحب نظران میگویند مقامات انتظامی تاجیکستان طول 2 سال اخیر نزدیک به 100 نفر زندانیان را با هر بهانه به قتل رسانید و کشتار هیچ یکی را به دوش نگرفت. اکنون می‌خواهد قتل زندانیان سیاسی و دیگر اندیشان را با طور قانونی عملی کند. یادآور می‌شویم که ماه ایون سال 2003 شمار ماده‌ها در کدکس جنایتی تاجیکستان که در آنها حکم قتل پیش بینی شده است از 15 تا 5 عدد کم شد. از ماه ایون سال 2004 در تاجیکستان موراتوریا به حکم قتل عمل می‌کند که از جانب رئیس جمهور امام علی رحمان اعلان شده است. دو جنگجوی عضو حرکت دهشت افکنی دولت اسلامی پرویز سید رحمانوف
ملقب به ابو داوود و تاج‌الدین نظرف ملقب به ابو اسامه نورکی به زودی از سوریه به تاجیکستان بازگردانده می شوند. در این باره ظفر یوسفی مدیر ستاد جلوگیری از پیوستن شهروندان تاجیکستان به گروه‌های تروریستی و افراطی در نشست خبری مسئولان دادستانی کل تاجیکستان در شهر دوشنبه خبر داد. بنا به معلومات داده ظفر یوسفی، حالا پرویز سعید رحمانوف ملقب به ابو داوود در یکی از زندان‌های شهر افرین سوریه نگهداری می شود و دادستانی کل تاجیکستان برای استرداد او تمام سندهای مربوط به این جنگجوی داعشی را به دولت سوریه ارائه کرده است. ظفر یوسفی افزود همچنین اقدامات مشابه درباره استرداد تاج‌الدین نظرف ملقب به ابو اسامه نورکی از سوریه به تاجیکستان انجام شده است. یوسفی افزود این دو نفر پس از بازگشت به کشور بر اساس قوانین جنایی تاجیکستان و بندهای مربوط به مشارکت در فعالیت گروه‌های تروریستی در قلمرو کشورهای خارجی محاکمه و مجازات خواهند شد. به گفته این مقام دادستانی کل تاجیکستان، اتهام دیگر این افراد تشویق شهروندان تاجیکستان برای پیوستن به گروه جنگجوی داعش است. تماشابینان عزیز، از آن که تا این لحظه با ما بودید تشکر میکنم. اینجا پایانی برنامه امروزه ماست. با برابر پخش تگمچه لایک شما از آن درک میدهید که هستید و با مایید. با برابر پخش تگمه زنگوله خفته را بیدار و ذوق را بنیاد میکنید. بودن شما در آستان مجازی ما الهام ما را افزون میکند. گفتنی های مهمی را که دیگران از گفتنش خاموشی را اولا میدانند از ما خواهید شنید. مرحبا به شبکه یوتیوبی پیام تیوی. موفق و سربلند باشید. تا روز دیگر، خدا حافظ.